کتاب هدف زندگیت را پیدا کن، اثر مارک منسن. فصل دوم، مهمترین سوال تمام عمرتان. تا اینجا یه سره در مورد مرگ حرف زدیم. حالا بیایید کمی در مورد زندگی هم حرف بزنیم. البته زندگی شما. چند ثانیه با خودتون فکر کنید. از زندگی چی میخواید؟ شادی؟ پول بیشتر؟ شغل بهتر؟ دوستای بیشتر؟ عشق زندگی؟ یا یه کاناپه گرم و نرمتر؟ خب هر کسی چیزی رو میخواد که براش حس خوبی ایجاد کنه. همه میخوایم یه زندگی بدون دغدغه شاد و راحت داشته باشیم. دوست داریم عاشق بشیم و رابطه عاطفی و جنسی خوبی داشته باشیم. هر کسی دوست داره کامل و بی‌عیب و نقص دیده بشه، پول در بیاره، مشهور بشه و دیگران بهش احترام بذارن. میخوان متخصص بشن، آدمای کاربلدی بشن که وقتی حضور پیدا میکنن همه از احترام از جاشون بلند بشن. این آرزو هر کسی رو داشتن، چه این آرزویی هم کار سختی نیست. اگه از خودتون بپرسید از زندگی چی میخواید و بعد مثلا بگید میخوام شاد باشم، خانواده خوبی داشته باشم، شغلی که دوست دارم رو داشته باشم، باید بگم که جواب شما خیلی ابتدایی و پیش پا افتاده است. در واقع این یعنی شما چیزی نمیخواید. سوال بعدی جذاب‌تره. شاید تا حالا از خودتون نپرسیدید چه دردی رو تو زندگیتون باید تحمل کنید و برای چی میخواید دست و پا بزنید. شاید این سوال کمی اهمیت زندگیتون رو شفافتر کنه. همه میخوان شغل عالی و استقلال مالی داشته باشن، اما همه نمیخوان 60 ساعت در هفته سختی بکشن، مسافت‌های طولانی رو برن و بیان، کاغذبازی‌های بیخود انجام بدن، سلسله مراتب رسمی شرکت رو بالا پایین کنن. آدما میخوان بدون که خطری به جون بخرن ثروتمند بشن. همه میخوان روابط جنسی عالی داشته باشن و صاحب یه رابطه عاطفی بی‌عیب و نقص بشن. اما هیچ کس نمیخواد با شریک عاطفیش جدی حرف بزنه. سکوت کذایی، احساسات دردناک، ماجراهای اعصاب خورد کن جاشو میزنن به روابط عاشقی و رمانتیک و این باعث میشه شما رو به مرگ نزدیک کنه. برای شادی و خوشبختی باید دست و پا بزنید. مدیریت تجربه‌های منفی محصول فرعی مدیریت تجربه‌های مثبته. شما فقط تا زمانی میتونید مانع از تجربه‌های منفی بشید که خودشون دوباره به زندگیتون برنگردن. ذات و بنیاد نیازهای همه ما انسان‌ها کم و بیش شبیه همه. مدیریت تجربه‌های مثبت کار آسونیه. این تجربه‌های منفی هستن که هممون باهاش مواجه میشیم و باید باشون دست و پنجه نرم کنیم. بنابراین اون چی که از زندگی به دست میاریم با احساسات خوشایندی که دنبالش هستیم به دست نمیاد. دستاوردهای واقعی ما تو زندگی محصول احساسات ناخوشایندی هستن که باید بتونیم در برابرشون تاب بیاریم تا بالاخره به احساسات خوشایند برسیم. آدما میخوان اندام عالی و جذابی داشته باشن، اما باید بدونید که اندام عالی نخواهید داشت مگر اینکه درد و رنج فیزیکی حاصل از ساعتها باشگاه رفتن رو به جون بخرید. باید عاشق محاسبه کردن کالری های دریافتیتون باشید. باید زندگیتون رو بر اساس هر بشقاب غذایی که میخورید برنامه‌ریزی کنید. آدما دلشون میخواد کسب و کار خودشون را بندازن یا استقلال مالی داشته باشن، اما یادتون باشه شما کارآفرین نمیشید مگر اینکه راهی پیدا کنید و خطرش رو به جون بخرید. عدم قطعیت، شکست‌های تکراری، ساعت‌های طولانی کار کردن روی چیزی که هیچ تصوری از موفقیتش ندارید. اینها بخشی از مخاطرات کارآفرینی هستند و مقدمی برای رسیدن به استقلال مالی. آدما دلشون میخواد پارتنر یا همسر خوبی داشته باشن، اما یادتون باشه شما نمیتونید کسی رو جذب کنید مگر اینکه نوسانات و پریشانی‌های عاطفی اون رو به جون بخرید. ممکنه طرد بشید، ممکنه درگیر فشار جنسی بشید و هیچ وقت از شرش خلاص نشید. ممکنه ساعتها به تلفنتون زل بزنید و صدایی ازش بلند نشه. اینها همه بخشی از بازی‌های عشقه. اگه بازی نکنید که برنده نمیشید. کیفیت تجربه‌های منفیه که کیفیت زندگیتون رو تعیین میکنه، نه کیفیت تجربه‌های مثبت. برای اینکه تجربه‌های منفی و ناخوشایند خودتون نتیجه خوبی بده، باید بتونید با زندگی تعامل خوبی برقرار کنید. یه جمله قدیمی هست که میگه شما فقط چیزی رو به دست میارید که به اندازه کافی اون رو خواسته باشید. خب معلومه هر کسی چیزی میخواد و هر کسی اون چیزی رو به قدر کافی میخواد. فقط
خیلی وقتا نمیدونیم اون چیزی که میخوایم یا اون چیزی که به اندازه کافی میخوایم چیه. اگر شما منافع چیزی رو تو زندگیتون میخواید، باید هزینه و بهای اون هم بپردازید. اگه میخواید برنزه بشید، باید عرق کردن، سوزش و خارش، صبح زود بیدار شدن و درد و گرسنگی رو به جون بخرید. اگه قایق بادبانی میخواید، باید شب بیداری، بالا پایین کردن کار، احتمال غرق کردن 1 یا 1000 نفر رو به جون بخرید. اگر میبینید ماه‌ها و سال‌هاست چیزی رو میخواید اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی یه قدم هم بهش نزدیک نشدید، پس شاید اون چیزی که میخواید توهمه. شاید این کمالگرایی تصویر و پندار باطل یا وعده دروغین باشه. شاید اصلا چیزی که میخواید همون نیست که فکر میکنید میخواید. شاید فقط از خواستن اون لذت میبرید و اصلا نمیخواید اون رو واقعا به دست بیارید. بعضی وقتا از مردم میپرسم چطور انتخاب میکنید که رنج بکشید؟ سرشون رو کج میکنن، طوری به من نگاه میکنن که انگار من 12 تا دماغ دارم. اما این سوال رو میپرسم چون جواب شما به این سوال اطلاعات بیشتری در مورد شما به من میده تا وقتی که از آرزوها و رویاهاتون حرف میزنید. چون شما باید چیزی رو انتخاب کنید. نمیتونید یه زندگی بدون درد داشته باشید. زندگی نمیتونه فقط گل و بلبل باشه. و خب معلومه که جواب دادن به این سوال کار خیلی سختیه. اگه به جای اون از شما میپرسیدم چطور انتخاب میکنید تا شاد باشید و لذت ببرید، سوال خیلی ساده تری میشد. بیشتر ما جواب مشابهی به این سوال میدیم. اما سوال جذابتر سوالی که از درد میپرسه. دردی که میخواید تحمل کنید چیه؟ جواب این سوال شما رو به جایی میرسونه. این سوال میتونه زندگیتون رو تغییر بده. این همون سوالیه که من رو من میکنه و تو رو تو. این همون چیزیه که ما رو تعریف میکنه و ما رو از هم جدا میکنه و در نهایت به هم برمیگردونه. من بیشتر دوران نوجوانی و جوانیم رو رویای موزیسین شدن رو تو سرم داشتم. میخواستم ستاره راک بشم. هر ترانه‌ای که با گیتار نواخته شده بود رو میشنیدم و با چشای بسته خودم رو تو صحنه تصور میکردم. جمعیت روبروم جیغ میزدن و مردم با شنیدن و دیدن هنرنمایی‌های من دیوونه میشدن. این توهم ساعتها منو تو رویا غرق میکرد. این رویا پردازی تا دوران دانشگاه هم ادامه داشت. حتی بعد از اینکه دانشکده موسیقی رو رها کردم و نواختن گیتار رو به صورت جدی کنار گذاشتم، هنوز از خودم نپرسیدم که اگه میخواستم روبروی جمعیتی پرشور و عاشق بنوازم، پس کی این کارو میکردم؟ در حقیقت تا اون موقع تمام کاری که میکردم وقت کشی بود. زمانم رو از دست میدادم. زمانی که میتونستم رو اون سرمایه گذاری کنم و به اونجا برسم و رویای خودم رو محقق کنم. اول باید دانشگاه رو تموم میکردم. بعد باید پول در می آوردم. بعد باید وقت پیدا میکردم. بعد هیچ. شاید نصف عمرم رو صرف خیال پردازی در مورد این موضوع کرده بودم. اما این توهم خیال هرگز به واقعیت تبدیل نشد. وقت و تجربه‌های منفی زیادی از من گرفته شد تا بالاخره فهمیدم چرا واقعا اون رو نمیخواستم. من عاشق نتیجه کار بودم. تصویر خودم روی صحنه، آدمایی که فریاد میزنن، من که میزنم و قلبم رو درون اجرا میریزم، اما من عاشق روند کار نبودم. به همین دلیل شکست خوردم و مکررن شکست خوردم. در اصل من هیچ وقت به اندازه کافی تلاش نکردم که شکست بخورم. اصلا مگه تلاشی هم کردم؟ تمرین و سختی‌های تمرینات روزانه، رفت آمد برای پیدا کردن گروه، درد پیدا کردن سازهای شکسته و آمپلیفایرهای خراب، جابجا شدن با تاکسی و اسیر شدن تو ترافیک برای رسیدن به تمرین‌ها، اینا همه بخشی از مسیری برای رسیدن به رویام بود. اما این رویا هرگز به واقعیت تبدیل نشد. من به جای اینکه تو این مسیر سخت کار کنم وقت کشی می‌کردم. مطمئناً اگه تمرین می‌کردم، ساعت‌ها وقت می‌ذاشتم و برای این رویا تلاش می‌کردم، شاید به جایی می‌رسیدم. اما در واقع من هیچ وقت واقعاً تلاش نکردم. من فقط دوست داشتم به قله برسم، اما هیچ وقت برای مسیر و سختی‌های اون آمادگی نداشتم. این اشتباهی بود که مرتکب شدم و در کل من به دنبال نتیجه بودم نه مسیر. طبق باورهای فرهنگی من خودم باعث شکست خودم شدم. یعنی من به نوعی یه بازنده به حساب میام که رویای خودم رو کنار گذاشتم. فرهنگ خودیاری میگه که یا من به اندازه کافی شجاع نبودم
یا اراده کافی نداشتم یا به اندازه کافی مصمم نبودم، یا شاید هم خودم رو به قدر کافی باور نداشتم. من پاداش میخواستم، نه سختی ها. من نتیجه رو میخواستم، نه روند رسیدن به اون نتیجه. من عاشق پیروزی بودم، نه جنگیدن. این قانون زندگی نیست. زندگی اینطور کار نمیکنه. ارزش هایی که شما برای اونا دست و پا میزنید و خودتون رو به خطر میندازید همون چیزایی هستن که شما رو تعریف میکنن. اونایی که سختی ها و مشقت های باشگاه رفتن و تمرین کردن رو به جو میخرن و ازش لذت میبرن همونایی هستن که اندام زیبایی هم دارن. اونایی که از ساعت ها و هفته های طولانی کار کردن لذت میبرن و سیاست های پلکانی شرکت رو دوست دارن همونی هستن که از نردبان های ترقی بالا میرن. اونایی که استرس و فشار و بلا تکلیفی سبک زندگی هنرمندی رو دوست دارن همونایی هستن که در نهایت اون رو زندگی میکنن و میسازن. ربطی به نیروی اراده یا ثبات یا پایداری نداره. ربطی به کلیشه همیشگی نابرده رنج گنج موثر میشه نداره. این ساده ترین و اصلی ترین قانون زندگیه. سختی ها و چالش های ما موفقیت های ما رو تعیین میکنن. پس عزیزان من، چالش ها و سختی های خودتون رو عاقلانه و هوشمندانه انتخاب کنید. برای ادامه این کتاب حتما به ویدیوهای بعدی کانال من مراجعه کنید و اگر از چنین مطالبی خوشتون میاد خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید و ویدیوهای منو لایک کنید.